جای جدید رو بهتون معرفی کنم. اینجا اسمش فوردوینه، یه برگریه که پارسال توی یه بالاترین ریت رو تو کالیفرنیا آورده و اینکه ما اومدیم برگرش رو امتحان کنیم. برگرش در حقیقت به صورت اسمش کوبیده میشه و محکم و پهن میشه. عکس و فیلمش رو میگیرم بهتون میذارم نشون میدم. ما یه دونه دبل چیز برگرش رو سفارش دادیم به اضافه یه دونه برگر سادهش رو با رپ لتوس سفارش دادیم رو هم دیگه با یک نوشابه شد $22. من امتحان میکنم به شما میگم. قیمتش هم اینجا نوشته. یه دونه برگر دبلش $8، دبلش $11 و تریپلش هم که 3 طبقه گوشته $14. چیز برگراش هم از $9 شروع میشه تا $16. من عکس و فیلمش رو میگیرم میذارم ببینیم که چجوری هستش مزش و یک آدمی که مثل من حالا تخصص نداره، حرفه‌ای نیست و اومده یه غذا رو تست بکنه چجوریه. بعد اینکه اینجا توی ون نایس هستش، لوکیشنش ون نایس هستش. من حالا یه تحقیق میکنم و اطلاعات کاملش رو سعی میکنم براتون بزنم، ولی انگار چند تا شعبه دیگه هم داره. جای خیلی شیک از نظر محیطی ممکنه نباشه ولی خب برگرهای خیلی خیلی خوبی داره. من شنیدم، امتحان میکنم بهتون میگم. یه جای در حقیقت خیلی معمولیه، حتی ظرفای سسش رو هم اینجوری دادم به ما. سسا یعنی اینجوریه در بسته است و حالت فست فودی به نوعی داره. حالا من غذا رو فیلم برداری میکنم، عکس برداری میکنم و نظرم راجع به غذا بهتون از نظر مزه میدم. خب این ویو غذا که همونطور که میبینیم این یه برگرشه و این هم با رپ لتوسشه که به صورت اسمش شده یا در حقیقت فشار داده شده. شما داریم میبینینش. بعد این هیچی توش نداره، یعنی چیزم نداره ولی خب این با چیزه. حالا من امتحان میکنم بهتون میگم. خب من یه دونه حالشون خیلی کابوش زیاده، یه دونه قسمت کوچیکو برداشتم نظر بزنم ببینم چه داره. خب مثل برگر که چوکوله نیست، لارش لاغره. نظرشو هنوز نفهمیدم. بذاریم بازم ویدیو میگیرم میذارم. خب من چون رپ گرفتم و نمیخواستم دهنم کثیف شه یه مقدار گوشتشو برداشتم با سس روشو به اضافه خیار شد. یه رو همبرگر دیگه است. یکی از جالبیش اینه که نمکش خیلی کمه، ولی تو چیز برگرش که امتحان کردم به خاطر پنیرش نمکش زیادتر و یه مدل دیگه است واقعیتش. مثلا اصلا ساختار برگر رو نداره چون یه لایه نازکه. جالبه. من اگه بودم شاید اسم این غذا رو یه چیز دیگه میذاشتم به جای برگر، چون به نظر من مدل و کانسپت برگر رو نداره. ولی خب من نظر یه آدم عامی رو به شما دارم میدم. من از 10 به این 7.5